نام کرد تو ما پیش انجینر صاحب جنات یک روز آمدیم گفتیم انجینر صاحب این همینجا یک 500 گریوین کار داریم این پایپ چی میکنیم ما را گفت که نه به تو 1 روپا میتیم نه دیگه ما مجبور شدیم رفتیم مسجد در مسجد تایر و اونموجا به نام ملا صاحب نامش یاد نداریم اونموجا گفتن مردم از لغمان است اونموجا کدش گپ زدیم ملا صاحب پیش از نماز خواندن اونموجا کل افغانا را چی کرد اونموجا پیسه جمع کردن با ما تا حدود پسان که کل مسجد چی شد نماز خلاص شد کل حساب کردن 6200 گریم بود که 6000 خدا گردنم بسرا کنه که چنه بود ما با وای چی کردیم ما را 1 روپا نتین اونموجا برین با ما اینمی تداوی مرا کنین اونموج پیسه را با ما گفتیم 500 گریم خیبتین یا همراه ما تا شبخانه برین اونموج این پایپ ما را تغییر بتین که اینمی پایپ ما بند آمده ادرار من نمیره اونموج افغانا 500 گریم آدمون پول با ما 500 گریم دادن از جمع چقدر پول برای شما جمع شده بود؟ مثلا کنه که 6200 بود یا 6300 گریم بود که جمع شده بود گفت که این 500 گریم تو حالا بگی با سبا پیش ملا صاحب گفت اونموجا 10 کیلومتر بیا باقی مانده پیسه تا اونموجا گپ میده ما پیش ملا صاحب که رفتیم ملا صاحب گفت که کلگی حسابی تو پیش جنات صاحب جنات ما زنگ زدیم جنات گفت میگه اگر پاتر نمیدیم تو خوب باید دیپورت کنی پیسه ما تو امروز نکس دادن ما اونموجا خیرالخور در مسجد هم رفتیم پول جمع کردیم دیگه کردیم کسی کمکتان نمیکنه کسی کمک هم نمیکنه به خاطر که انجینر صاحب جنات میگه تو پودر میزنی به نام افغان‌ها به کل افغان‌ها ما را شمارده چی کرده که پودریست تابلیتکیست کی را 1 روپا کمک نکنه